سلام، به این ویدیو خوش اومدی. امروز قراره با هم 10 عادت ساده رو مرور کنیم که اگه هر روز انجامشون بدی سطح انرژی، تمرکز و روحیت چند برابر میشه. بدون مکمل، بدون قهوه زیاد، فقط با چند تغییر کوچیک در سبک زندگیت. بریم سراغ عادت شماره 10. عادت شماره 10: بیدار شدن در ساعت ثابت. بدن ما ساعت زیستی داره. اگه هر روز حتی تو تعطیلات در 1 ساعت مشخص بیدار شی، بدنت یاد میگیره خودش انرژی تولید کنه. ولی بی‌نظمی در خواب باعث خستگی و بی‌حوصلگی صبحگاهی میشه. پس ساعت خوابت رو منظم کن و تا میتونی از چرت صبحگاهی دوری کن. عادت شماره 9: نوشیدن 1 لیوان آب بعد از بیداری. بعد از چند ساعت خواب بدن کم‌آبه. نوشیدن 1 لیوان آب متابولیسم رو فعال میکنه و مغز رو بیدارتر میکنه. 1 لیوان آب ساده میتونه شروع یه روز پر انرژی باشه. عادت شماره 8: نور طبیعی صبحگاهی. 5 تا 10 دقیقه زیر نور روز بایست. نور طبیعی ساعت بدن رو تنظیم میکنه و باعث ترشح طبیعی هورمون‌های انرژیزا مثل کورتیزول میشه. اگه هوا ابریه، کنار پنجره هم کافیه. عادت شماره 7: حرکت کوتاه صبحگاهی. بدن رو تکون بده. چند حرکت کششی ساده یا یه پیاده روی کوتاه خون رو به جریان میندازه و مغز رو بیدار میکنه. لازم نیست باشگاه بری. فقط 3 دقیقه حرکت واقعاً میتونه تفاوت بسازه. عادت شماره 6: صبحانه سبک اما مغذی. صبحانت نباید سنگین یا پر از قند باشه. ترکیب پروتئین، فیبر و چربی سالم مثل تخم مرغ، جوی 2 سر یا مغزها باعث میشه انرژی در طول روز یک نواخت بمونه. صبحانه‌های شیرین فقط انرژی کاذب میدن و بعد از 1-2 ساعت خستگی میارن. عادت شماره 5: تنفس عمیق در طول روز. خیلی وقتا خستگی فقط از کمبود اکسیژنه. چند نفس عمیق در هر ساعت بکش. 3 نفس عمیق فقط 30 ثانیه زمان میبره، ولی میتونی بدنت رو دوباره شارژ کنی. عادت شماره 4: استراحت‌های کوتاه بین کار. ذهن انسان نمیتونه ساعت‌ها بدون توقف تمرکز کنه. هر 90 دقیقه 5 دقیقه فاصله بگیر. چشماتو ببند یا قدم بزن. بهت قول میدم بازدهیت 2 برابر میشه. عادت شماره 3: مصرف آب کافی و قهوه کمتر. آب کافی باعث تمرکز و هوشیاریه، ولی قهوه زیاد برعکس باعث افت انرژی در نیمه دوم روز میشه. حد اکثر 2 فنجون در روز، اونم قبل از ساعت 3 بعد از ظهر. عادت شماره 2: کنترل گفتگوهای منفی ذهنی و اجتماعی. ذهن خسته بدن رو هم خسته میکنه. سعی کن هر روز صبح چند جمله مثبت به خودت بگی. مثلا امروز با تمرکز و آرامش کار میکنم. این جمله های ساده واقعا روی مغز تأثیر دارن. و در نهایت عادت شماره 1: خواب شبانه با کیفیت. هیچ چیز جای خواب خوب رو نمیگیره. نیم ساعت قبل از خواب گوشی و صفحه نمایش ها رو خاموش کن. اتاق رو کمی خنک‌تر نگه دار و هر شب در 1 ساعت ثابت بخواب. این 10 عادت شاید ساده به نظر برسن، ولی وقتی هر روز انجامشون بدی احساس سبکی، تمرکز و انرژی دائمی رو تجربه میکنی. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، لایک یادت نره و توی کامنت بنویس از کدوم عادت میخوای از امروز شروع کنی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.